سیمای مستقل یکم تاکشو رو برو. السلام علیکم بینندگان عزیز. بانوان جوان کار کردن نمیخوان یا آنها را نمیمونند. در حالی که دختران نسبت پسران بیشتر میخوانند، شماره دانشجو دختران نسبت دانشجو پسران زیاد است، چرا تعداد کمی آنها کار میکنند؟ آنها کار کردن نمیخوان یا آنها را نمیمونند؟ البته منظور همه بانوان نیست، اما تعداد زیادی ختم کردگان با سبب‌های مختلف کار نمیکنند. این حالت نسبت به شهر در ناحیه‌ها در دهات بیشتر مشاهده میشود. تنها در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов در سال خونشی 2017-2018 18836 نفر دانشجویان تحصیل میکنند که از این شماره 13837 نفری آنها را دانشجو دختران تشکیل میدهند. یعنی که قریب از 19000 دانشجویان تنها 5000 نفرشان پسران هستند و باقی مانده دختران. امروز در برنامه سبب‌های کار نکردن بانوان جوان را بررسی خواهیم کرد. دایر این موضوع در برنامه دانشجویان فاکولتeti پداگوگی بحث می‌نمایند. در منبری بحث گلنоз ҷалолова و همچنین رауфхоҷа эшонбобоев قرار دارند. فکر جوانان را آموزگار کلان فاکولتeti پداگوگی روانشناس معلمه رحیمова محرمه کارشناسی می‌کنند. هر یک شما را در برنامه خوش آمدید می‌گوییم. قبل از آغاز صحبت پرسشنامه منظورتان می‌شود که وابسته به موضوع آماده شده است. بعضی ها میخوان کار کنن لیکن کار یافت نمیشه. بعضی وقت بچه ها بانوان فرزنددار میشن، اونها مجبور فرزندان رو کمان کرد میشن در کار. همین موقع خوشتومن چخیل واسه خوشتومن هم میمونن که نوع جوان رو برای اگر تربیه دختر در خانه نصب باشد خوشتومن هم همین خیر رفتار میکنن، چون که بسیاری ایپا در خردسالان میشن. خود عائله وابسته ده بسیارشون کار نمیکنن. کار کنم بهتر میشد. اوضاع که نوعی کار کردن نمیخوان، خودشان نمیخوان. اگر وای بماند دیگه خوشتومانا چیکار نمیکنن، برای همین خودشان نمیخوان. حاضر جوانان خودم میدونید چخیل. با فکر من از خواهش هر یک انسان وابسته است. اگر کلین تواند که دل خوشتومند یا دل اهل عائله‌اش را یا بعد هم میتواند کاری خانه رو هم کاری دولت را کنه. کار کردن میخوان میشد یا خیلی وقت عائله هاشون نمیمونن. شخصا من خودم کار کردن میخواهم. شوهرم منو اجازه نمیدن که به کوچه راه دهند. میمونن جای کار نیست. یکون کار کردن میخواهد لیکن عائله‌شون بسیاریش یکون ناو کیریم بچه‌های یاش همش گنده بد زخم شدگی میشه و شدگی بدرخ شدگی و خیلی همون شهرشون نمیمونند. بسیاری عائله هر خیر میشد. مثال من عائله من نمیخوام که عائله من کار کنن. برای که ما مردک برای چی هستیم؟ ما باید نگاه کنیم و یا باید کار خانه کنن، کار بچه های کنن، صدق برام بچه بیارن و مادر ما خدمت کنن. ما خدمت دولت به زن و زنامون خدمت پدر و مادر ما شود. خب سوال نخستین به قهرمان‌های برنامه چنین است. وابسته به نوع چه فکر دارید؟ بانوان جوان کار کردن نمیخواهند یا آنها را نمیمونند؟ آنها را به فکر من کار کردن نمیمانند. از حسابی رشک باشد، از حسابی بعضی جوانان امروزه فکر دارند که باید مرد کار کند و زندگی را تامین نماید و همسری خودش را نگاه بین کند. چرا زن هم حقوق دارد، باید کار کند. امروز ما جوانان اقدامی پیشوای ملتی خود را دستگیری میکنیم. نقش زن در عائله بلند برداشته شده است. حالا ما میخواهیم که جوان دختران بعد از ختم دانشگاه به کار رویم و تربیت نسل نورسی خود را درست به راه مانیم. خب شما با اندیشه گلناز راضی هستید رافقجان؟ به فکر من این دخترها همشون خودشون بعضیشون کار یافتن، کار کردن نمیخوان، بعضیشون عائله‌شون نمیمونن. یعنی که بقیه شما بیشتری دختران خودشون کار کردن نمیخوان. خب تشکر زیاد. خوب به اشتراکشون ما چی فکر داره؟ چی الهه ها هست؟ یگان الهه ها هست و سوال نخستین و سوال اساسی چنین بود که دانشجو دختران یا اینکه بانوان جوان کار کردن نمیخوان یا آنها را نمیمونند. مرحمت. جوان دختران این وابسته به همون محیطی که جوان دختر در آنجا تحصیل کرده است یا به وای رسیده است به همون پیش از هم وابستگی است. مثلا بعضی دختران هستند که میخواهند
کار کنند یا بعضی هاشون هستن که تنها میخوان علم آموزن. این گفتنی گپ آن است که وقتی که دختر بچه یعنی دختر به دانشگاه میآید وقتی به دانشگاه وارد میشود این ضرور نیست که حتما به کار درآید یا حتما کار کند. این دانش برای هر انسان نه وابسته مرد است یا زن ضرور است. یعنی که کار کردن زن شرط نیست؟ شرط نیست. من به فکر شما راضی نیستم. برای چی کار کردن زن اینقدر آنقدر هم ضرور نیست گفته است شما. این سخنی شما من زید هستم. نه این گفتنی من آن نیست که باید که دختران کار نکنن. این گفتنی آن است که وابسته به محیط. مثلا برای زن پیش از همه عائله مهم است. اگر سبب برباد شدن عائله باشد برای چی لازم است که زن کار آید؟ بله. خب این جانب راضی هستید با اندیشه این طرف؟ برام زنی که صاحب معلومات است، عاقل است، آن میتواند هم عائله خود را هم کاری خود را به پیش برد. یعنی که کار کردن زنها شرط است؟ شرط است. من طرفدار نیستم برای همین. چون که همون شوهری که همون زن رو پاییده همون تامین همه چی که تامین کرده میتواند باید اون ضرور ندارد که برآمده در کوچه کار کنند در یگان کارخانه نباشد یا یگان مؤسسه کار کنند و ضرور ندارد و آمده تا همین کاری که خانه میکند که همون کارهای شوهرش دیده باید خرسند شود همون کارهای دیده خانگی کارهای. یک سوال الهی دیگر زن تنها به خاطر تربیت فرزندان میخواند به فکر شما؟ نه به فکر من تنها برای تربیت فرزندان نه برای تفکری تشکل دادن تفکر خودی شخص میخواند. هر یک جوان دختر آرزو امید با یک آرزو امیدی نیک به دانشگاه میرود. دانشگاه را ختم میکند. البته میخواهد که کار کند. چرا حقوق زن و مرد برابر است لیکن عزت و احترام شوهر بلند است لیکن حقوقشان برابر. آنها نیز میخواهند در جامعه کار کنند و برای پیشرفت دولتی خود سهم خود را گذارند. منم طرفدار نیستم اون برای اون که زنها کار کنند وقتی که شرایطشون نشود کار کنند و آیند. اگر شرایطشون باشد لازم نیست که تستیم. منم طرفدار نمیشم یگان مثلا نون خونش با نون نیست که کار نکره شناد دیپلمش باشه دو کار نکند منم طرفدار نمیشم وای به اگر نونش خوردن چیز تامین کردن نتواند یعنی که شرایط اقتصادی اگر باشد بگذار کار نکند کار کند نباشد کار کند شرایطش نباشد کار کند همون چیز برای اون که خودش برای زندگی خودش تامین کند اگر شرایط باشد به فکر من کار کردن لازم است. سلامت باشید. تشکر. بیاید اینطور میکنیم از کارشناسی برنامه میپرسیم که فکر جوانان رو چگونه تعلیم میکنن. معلم اینجا سوال اساسی و سوال نخستین چنین بود که جوان دختران با نوان در مجموع کلینچک‌های نو گویم کار کردن نمیخواهند یا آنها را نمیمونند. مرحمت. بله در اینجا بسیار بحث و مناظره ها شده ایستاده است. هر کس از تجربه خودش میگوید و به گمان من با کار نماندن اعضای عائله این یک چیز بسیار عجیب است. این ترس یعنی که باوری ندارد. باوری ندارد. ترسی که همون مانع می شود برای چیزی کردن. خب درست است. هر یک از گفته های شما برمیآید که شماره جوان دختران نسبت به جوان پسران زیاد هستند. همه آن جوان دخترانی که مقصد خواندن آمدن مقصد آن را دارند که همین فعالیت خودشان را در عمل اجرا کنند و صحب خودشان را در جامعه گذارانند. ولی آن کاری که در خانه میکنند آنها آن قدر کرده نمیشود. این کاری خانه است. این کاری که هر روزه کار باشد برای همین کاری خانه است. از سبب آن که زن در کاری خانه یا در وی خود تصدیق کنی تشکل نمی‌یابد. خود تصدیق کنی در کجا میشود؟ در جامعه ابروی اعتبار پیدا کردن، قدر پیدا کردن، تجربه کاری خود رو دوام دادن. آدمی که نمیشود سونی در عائله ناراضگی به وجود میاد. یعنی یکی از طلبات‌های اساسی شخصیت این خود تصدیق کنی شخص میباشد. قبول. سلامت باشید ممنون. بیاید برای اثبات گفته‌ها ثابت همین فکرهایی که اینجا بیان شد یک فکت را شاهد میشیم. اون فکت طریق دیاگرام آماده شده است. حالا منظور شما میگردد. مرحمت. در سالهای خونش 2014 2017 4 گروهی که کافدر ژورنالیستیک و نظریه ترجمه دانشگاه دولتی خوجند و دانشگاه اکادمیک بابا جان غفورов را ختم کردند و در مسائل گوناگون کار میکنند. اینجا شماره عمومیشان آورده شده است.
ҳамагӣ хатм кардан, яъне ки дар 4 сол 4 гурӯҳ ҳамагӣ 71 нафар ҷавондухтарону ҷавонписарони донишгоҳро хатм карданд ва аз ин теъдод дар маҷмӯъ 43 нафарашон кор мекунанд. Анакнун мебинем аз 71 нафаре ки дар 4 соли хониш хатм карданд, 31 нафар писарон мебошанд, 40 нафарашон духтарон мебошанд. алон бошад аз 31 нафар писарон 27 нафарашон кор мекунанд ва аз 40 нафар духтароне ки муассисаи олиро хатм карданд, танҳо 15 нафарашон кор мекунанд. Халос. Хуб, доираи ин рақамҳо шумо чӣ мегӯед? Ин рақамҳо ташвишовар аст. Шумо тасаввур кунед ки теъдоди духтароне ки нисбат ба писарон хонданд 9 нафар зиёд ҳастанд, аммо аз 40 нафар духтароне ки донишгоҳро хатм карданд, танҳо алон 15 нафарашон кор мекунанд. Яъне ки теъдоди зиёдашон кор намекунанд, хонашин ҳастанд. Хуб, аз ин бармеояд ки духтарон бо кадом мақсад мехонанд? Шумо чӣ фикр доред? духтарон барои дар оянда баъд аз хатми донишгоҳ албатта кор кардан мехоҳанд. худи ман низ мехоҳам баъди хатми донишгоҳ ҳам ба кор дохил шавед. Хуб, биёед саволро ин гуна мекунам. ва вақте ки шумо донишгоҳро хатм кардед ва шавҳари шумо барои кор кардани шумо имконият надоданд, чӣ кор мекунед шумо? барои чӣ имконият намедиҳад? ман ӯро розӣ мекунонам, мефаҳмонам, аввал ба боварияш медароям ва ман мегӯям ки бояд риштаи зиндагиро бо ҳам бурд, бо ҳам кашид. ман мехоҳам ки дар оянда кор кунам. инро ба шавҳарам, ба аҳли оилаам, ба наздиконам мефаҳмонам. хуб, равфхоҷа, шумо нафаре ҳастед ки оиладор ҳастед. масалан, ба фикри шумо духтарон бо кадом мақсад мехонанд? барои кор кардан ё ин ки дар оянда кор кардан ё ин ки барои чӣ мехонанд? барои тафаккури худашону ба сей кардан. танҳо барои ҳамин? Не, бо дар оила ҷои худро ишғол намудан бо ақлу хуши худ. масалан, оила мешад ки як муаммо мебирод, ягон проблем мебирод ки вай ҳал карда шуданаш дар кӯ. ҳамун ба масалан зан ҳиссаи худро мегузорад ки ҳамин проблем ҳал шавад. ягон фикр мегӯяд, масалан маълумоти олӣ дорад вай. маълумоти мактаби то мактаби тамом кардагии духтаро ҳозир мактаби маълумоти олӣ ки фарқ байни онҳо калон аст. хуб, шумо ҳамсаратонро барои кор кардан мемонед ё ин ки не? Не, намемонам. барои он ки дар ҳама шароит ҳаст. яъне ки шумо таъминкунандаи оила ҳастед ва ҳамин кифоя аст ба фикри шумо. саломат бошед, ташаккур. хуб, ин ду гурӯҳ иштирокчиён чӣ фикр доред? бо вобаста ба диаграммаи мазкур, вобаста ба саволе ки барои шумо вогузор кардам ва вобаста бо ду фикре ки инҷо баён шуд. ба фикри ман, агар духтарон агар худашон хоҳанд, агар метавонанд ҳам кор кунанд ва ҳам оилаи худро чӣ хеле ки мегӯянд, ҳам бо корҳои хона, ҳам бо кори давлатӣ ва инчунин тарбияи фарзандон ба ҳамаш метавонанд вақт ҷудо кунанд. агар дар ин сурат онҳо аллакай ба як режими муайян медароянд. онҳо вақти худро ба як тақсим мекунанд ки то ин ба нақша медоранд. бале, ба нақша медоранд ва мегӯянд ки то ин соат бояд ин корро кунам, баъд аз ин бояд ин. ва дар ҳамин сурат агар шавҳарашон иҷоза натиҳад ё хуштомонашон иҷоза натиҳад чӣ кор кунанд? ин аз худи духтарон вобаста аст. онҳо бо суханҳои ширин, агар ҳама корашро дар вақташ иҷро карда тавонист, ҳамон ҷавон духтар агар дар вақташ корашро ба иҷро расонида тавонист, ва метавонад албатта розӣ мешавад. ба фикри ман қабул. бо ин андеша розӣ ҳастед? марамад. ин ҷониб чӣ фикр доред шумо? марамад. чӣ хел ки гуфтанд, бонувон пас аз хатми донишгоҳ албатта бояд кор кунанд. барои он кор намекунанд ки ноҳияи гире масалан бисёртар завод ё фабрикае нест аст ки дар он ҷо бонувон рафта кор кунанд. хуб, биёед ман ба шумо як саволи иловагии дигар медиҳам. дар ҳоле ки Равуфхоҷа гуфтанд ки ман оиладор ҳастам ва ман таъминкунандаи вазъияти оилавиам ҳастам ва шарт нест ки завҷаи ман кор кунад. шумо ҳам оиладор ҳастед ба фикри ман. хуб, шумо метавонед иҷоза диҳед барои ҳамсаратон ки кор кунад? бале, барои чӣ не? масалан ягон ҷои кори нағз бошад, завод ё фабрикае ки ба занон мутобиқ карда шудааст бошад, бемалол иҷозат аст кори хонае шавад, ҳамаи қусур хуштомониша кораша кунад. чаро ки кор накунад? чаро кор саломат бошед. ташаккур. марҳамат. чире ки инҷо Равуфхоҷа қайд карда гузаштанд, бояд занҳо кор накунанд. ман ба ин фикр албатта зид ҳастам, зеро ки ин зиндагӣ албатта як роҳи пурпечутоб аст, як гардиш мехӯрад.
дар зиндагӣ бояд, чунки зиндагӣ ҳам гоҳ талхӣ асту дар зиндагӣ гоҳ ширинӣ аст, бояд мо дар ана ҳамон талхию ширинии зиндагӣ бояд пурбардошт бошем. бояд ки новобаста аз ҳамон вақте ки ино таъмин мекунанд гуфтан зиндагиро чӣ хеле ки Гулноза қайд карда гузаштанд, бояд аробии зиндагиро дунафара кашем, якҷоя кашем. баъд пас аз ин якҷоя кашем ва ана ҳамон зиндагӣ фикр мекунам ки боз ҳам хуб мешаду сатҳи сифати зиндагии ҳамон оила беҳтар мешавад. чунки беҳтар шудани ана ҳамон оила, ҳамон ҷомеа ба давлат нест, як саҳми, як мақоми худашро мегузорад. албатта. саломат бошед. ташаккур. муаллима, боз ҳам мехостам фикри ҷавононро шумо таҳлил карда бошед. инҷо воқеан ҳам андешаҳои гуногун баён шуд ва инҷо мо як диаграмме омода намудем ки تعداد ختم کردگان و تعداد کارکنندگان. به فکر شما این چیز تشویش‌آور است؟ عموما شما روانشناس هستید، از نگاه روانی چرا بانوان کار نمیکنند؟ بله، اون چیزی که شما نشان دادید خیلی تشویش‌آور است. با یک آرزو امید داخل شد، مکتب را تمام کرد، لیکن حیات که خانه‌نشین است. برای همین هم در اینجا سبب ها گوناگون هستند. گرچه که ما گفتیم اینجا به گلداز خان گفتن حقوق ها برابر، لیکن افضلیت هم هست. افضلیت جسمانی، افضلیت مالی پولی، افضلیت وقت. اگر کودکدار که شدن زنها بنابراین ناحیه باشد، کودکای ماندنی جا نیست، آنها مجبور میشوند در تربیت فرزند آماده باشند. لیکن به فکر من این فکولتیتی که ختم کردن و فکولتیتی می باشد که ریجی معینی کاری 8 تا 6 ندارد. باید که همون کارخانه برفته همون کار کند و باید که همون جبه باشد و این یعنی کاری می باشد که کسبی می باشد که از وی ایجادکاری، از وی راه‌های گوناگون رو جستجو کرده توانند. مثلا دختری که من میدونستم و چی آسیب دیده بود، پایهاش راه نمیگشت، ولی وی مخبری روزنامه‌نگار بود و در جای نشستگیش از همه ایجاد میکرد، مقاله مینویست، به گازیته ها و ژورنال ها مقاله مینویست، پیشنهاد میکرد، در همون چیها چارچوبه ها اشتراک میکرد. و همین کار کردن دخترها کوشش خودش را هم وابستگی دارد. همین خاندان میبینند که وای کوشش میکنند، وقتش جدا ابوال خودش کار میکنند، جستجوی کار رو دارد. البته میبینند که آخه این کوشش دارد، این جد و جهد دارد. یا میبینیم همه عروسکا وقتی که میخوانند و کوشش میکنند، همه خوشتابونم که والده شود دانشش بگذار امکانیت این تمام کند، نه اگر بهانه جویی کند و من نمیتونم یا سرکشی کند و کار یافته بیان و این که سرکشی کنند. البته این چیز وی خودش رو نمیابد. برای همین هم قرصک هم از دو طرف از جد و جهد خود دخترکان وابستگی دارد. سلامت باشید. تشکر. و در ادامه فکر شما یک چیز رو میگم که در این شماره‌ای که ما اینجا دیاگرامی که آوردیم، دانشجو دخترانی بودند که با دیپلم اعلی ختم کردن اما متاسفانه الان فعالیت نمیکنند. خب سوال دیگر با قهرمان‌های برنامه چنین است: بانوان جوان را کی به کار کردن نمیماند؟ شرایط، فرزنددار شدن شاید که، یا که شوهرشان خیلی که رفت کجا گفتن شاید که رشک میکنند. خب خسرو خوشتامانشان چیز برای کار کردن نمیماند؟ چون اینجا ما نشان دادیم که تعداد زیادی دخترانی که ختم کردن فعالیت نمیکنند. به فکر شما چون شما میبینید، مشاهده میکنید، از دیده هایتان، از شنیده هایتان میتوانید مثال آورده باشید که کی نمیماند برای کار کردن؟ خودشان یا اینکه نمیخوان؟ به فکر من برای کار کردن امروز جوان دختران را شوهرشان نمیماند. حالا برای من خیلی تشویش آور است که شخص در روبروی من ایستادند که آن کس همسری خود را به کار رفتن نمیماند. شاید همسری شما آرزو داشته باشند که به کار روند، شاید آن کس هم میخواهند که طلبات خود را قانع سازند. شما نه همه طلبات زن را به فکر من قانع کرده میتوانید. من مثلا همون زنها، دخترها، همه شخصانی که برای تعلیم میگیرن، برای دانش میگیرن، فقط برای کار کردن دانش میگیرن که چی؟
نه هم برای کار کردن، هم برای برای کار تربیت کردن، درستی برای- فرزند، هم برای سهم خودشون خود را برای پیشبرد جامعه گذاشتن آنها میخوانند. نه و یا برای دانشگاه را. خودشون، برای تفکر خودشون، برای دانش نه همه جوان دختران به فکر شما این برای کار کردن، برای کار کردن خواندن باشد. این همه آدما کارگر شده میبرند. مثلا بعضی ها میبرن که برای من عالم شوم، میگه من شاعر شوم، میگه خونده همین چه راه اصولی همون چیز یاد میگیرن. مثلا یگان مسئله حل کردن، مثلا یگان تون پرابلم برات شما نخوندگی، یگان چیز نمیفهمید، یگان جو ندیدید، من همون چیزا ملاحظه میکنن، یک دیگریش که مقایسه میکنن کدامش رو کدام راه درست است. این از ملکه و مهارت هر یک شخص وابستگی داره. گلناز بیاید خیلی میکنیم به اندیشه شما شوهرشون به کار نمیمونه. خب این دو گروه جوانانی که اشتراک میکنن چه فکر دارید کی به کار نمیمونه؟ البته برای کار کردن آنها شوهرهاشون مانع می شود، لیکن از یک جهت این هم درست است. وقتی که در عائله یگان پرابلمی که نیست، اگر شوهر خواهد که زنش کار کنه یا شرایط نداشت باشد و بگذار به آن رازگی هم میدهد، لیکن یکمین کار کردن این کاری شوهر است. مادر باید فرزند خود را تربیت کرده به جامعه دهد. این حاضر گلنازی که گفتند برای جامعه ما سهم گذاریم، همون فرزندی که با عقل و با معرفت شده به وای رسد، البته این هم سهمی کلان به جامعه اگر باشد. خود مادر معلومات نداشته باشد و تفکری و انکشاف نیافته باشد و چطور فرزند خود را درست تربیت کند؟ ما در اینجا درباره معلومات عالی گیرد رفتم اون کارو کنه. زنی که نخوانده است به کار نمیبرد. ما درباره زنهایی که خوانده است، دیپلم دارد گاز ایستادیم. شما گفتید که تفکر، وقتی که تفکر از دانشگاه چقدر تفکر میده، جهان بینی و وسیع میشه. ما درباره زنهای گاز داشتیم که تفکر گرفته است، اول دانشگاه رو خوانده است. اگر شرایطی مساعد وای نباشد بگذار کار نکنه. درست است. به سوال شما جواب گویم. شما گفتید که کی سبب میشه. من به فکری گلناز زید هستم. شوهرش اکثرا در اینجا گناهکار پسرها یا نمیشه شوهرش مانده است. لیکن وقتی که طفل به دنیا میآید و زن مادر میشود، پیش از همه خودی زن نمیخواهد که به کار رود. وی میخواهد که همون طفلی که دارد همون را درست به وای رساند، درست تربیت کند. این به این سبب شده میتواند نه همون شوهر نه سرخ دامن، بلکه خودی زن هم خواهشمند میشود که همین به کار نرود. بله و تولید کردن طفل من فکر میکنم که یک این وضع موقتی است که پس از مثلا به وای رسیدن فکرش و به بخش رفتن اون میتواند که بازم به کار رود. همین گونه. بله خب مرحبا. خیلی که اهل گروه قید کرده گذاشتن، اون شخصی که مثلا در اویله خیلی که گفتیتون تعلیم میگیرد و مهارت ملکش استفاده میبرد، در خودی اویله و در جامعه نقش میبادن میگویتون. و اون شخصی که مثلا همون اویله که همون زنی که در دانشگاه ختم کرده است، صاحب معلومات است و اگر در جامعه منفعت خودش را نگذارد و یگان وقت در جامعه سهمگذار شده نمیتواند. اون شخصی که مهارت ملکی زیاد پیدا کرده باشد در همون جامعه، در این دولت خودمون مثلا وابسته از کسب و کارش در ساحه‌های گوناگونی دولت کار کند، اون وقت در جامعه سهم گذاشته میتواند. به فکری من شما به فکری من سخنی علی نفهمیدید. اون شخصانی که زنایی که فرزند خودشون به وای میرسانند، با عقل و با خوشی تمیز به وای میرسانند، آنها البته در جامعه سهم گذاشته نمیشوند. یعنی که تربیت خوب هم سهم است. تربیه به اینها همه خیلی گفتن شما نفهمیدید به فکرم. خب این نفر زید هستم. مرحبا. به فکر من زنها هم کار کرده میتوانند و هم به تربیت فرزندانشان مشغول شده میتوانند. باز در این جاده خوشدامنی آنها میتوانند به کلینهایشان یاری رسانند. وقتی آنها دلی خوشدامنشان رو مییابند، وقتی که آنها به کار میروند، حتما خوشدامن دستگیری آنها میشود و وقتی که وی در جامعه سهمی خود رو میرساند، فرزندانش نیست وقتی مادرش را که به همه کارهایش وقت یافته میتواند و هم پیروی مادرش شده، باز از مادرش عبرت گرفته میتواند. سلامت باشید. تشکر. خب قبل از اون که کارشناسی برنامه فکری شما را تحلیل میکنن، من باز یک سوال دیگر برای شما واگذار کردنی هستم. موقع خوشتامن در کار کردن یا نکردن زن چگونه است به اندیشه شما؟ خوشتامن چی موقع دارد در عائله برای کار کردن و کار نکردن زنها؟
خشتمان موقعی بلند دارد. بعضی از خشتمان ها میخواهند که عروسی آنها به کار روند، بعضیشان نه. اکنون زندگی هر گونه است. چگونه باید باشد این مناسبتی کلین با خشتمان؟ بیاید این گونه میکنیم. شما شوهر کردید، شوهرتان راضی هستند که شما کار کنید، اما خشتمانتان راضی نیستند و شما بسیار میخواهید که کار کنید. چیکار میکنید؟ کوشش میکنم خشتمانم را راضی کنم. برای چی به من فرزندی آن کس پسند و خودشان نه. برای من اول مادری آن کس خوش است. اول مادری آن کس را عزت و احترام میکنم و بعدا پسرشان را. سلامت باشید. خب شما چه اندیشه دارید؟ اگر همون اندیشه ها باشد مرحبا میشنیم. گفتم موقع خشتمان در کار کردن یا نکردن زنها چگونه است؟ خودی خشتمان ها که به خانه دخترها به خواستگاری بروند، آنها برای چی همین دختران خانگی را میکنند؟ کلین میکنند. در حالی که کار کردن نمیمونند. چرا چنین است؟ من هم میخوام فهمم چرا چنین است. باید آنها گذارد. خیلی که دختری خانگی را کلین میکنند، آنها باید مانند که آنها کار کنند. به سوال شما من جواب میدم. برای چی همون زنهایی که خواندن معلومات عالی دارن همون کلین با میگیرن، کلین میکنن. خب کلام میکنن. برای اون که وای میخواهند اولاد آیندهشون، نبیرهاشون، ابیرهاشون همشون معلومات داشته باشند، با عقل باشند، همون تربیتشون نقص شود. برای همین معلومات پس برای چی به کار رفتن نمیمانند؟ دختری آنها نیست میخواهد که به کار رود. کلین آن شخص هم میخواهد به کار رود. حقوق هر دوی آنها برابر است. بگذار به کار رود. من همین چیزا گفتم. بگذار خشتمان‌های امروزی نیست راضی شوند. مثل دختری خودشان کلین شوندهشان نیست به کار رود. خشتمان بعضی‌هاشون ممکن برای کار کنند گفته گیرد، ممکن بعضی‌هاشون برای کار کردنشون نمیگیرد ولی کلینای. برای همین میگن که پس از تو گرفتن وعده ها میدهند که بسیار وعده ها میدهند که به کار میمونیم، به خواندن میمونیم. پس برای چی؟ خیلی که در اینجا قید کرده گذاشتند کار کردن نمیمونند. انا همون در همون کدام سویی که اون همون شخصی که سوی معلومات هست کار نکرد، وقتی که در خونه نشستن میگرد معلومات و مهارت ملکی وای فشرده شده هم میگیرد و پس از اون وای دیگر چیگم تربیت خوب داده نمیتوند. وقتی که زن صاحب معلومات شده در همون ساحه کار بود، مهارت ملکی وای زیاد میشد، تجربهش تا حد زیاد شده رفته، بعد همون وقت تربیت خوب داده میتوند. من به فکری آن کس 100% راضی هستم. امروز روز از روز نوگانی‌های زیاد به موامدی ساده است. ما باید به پیشرفتی جامعه عالی خود سهم گذار باشیم. سهم گذاریم. سلامت باشید. مرحمت این جانب به فکر این نفر راضی نیستن. خب باشد. پس از فکر این نفر برای آن نمیگذارند که اول آنها میخواهند کودک‌هایی که به دنیا میآیند آنها را تربیت نمایند. وقتی که آنها را درست تربیت نمایند مرحمت میتوانند در کجایی که خواهند کار کنند. الکی دیر میشود بعد از به وای رسیدن فرزند. بچه‌ها بیایید خیلی میکنیم. دو اندیشه این طرف، دو اندیشه این طرف. خب مالش رفتیم. حاضر که اینا قید کردن برای که اگر زن کار نکند با فرزند تربیت دادن نمیتوند. وقتی که مادرهای ما پیشتر مادرهای ما که البته کار نمیکردن، لیکن برای چی همه قدر فرزندهای با معرفت و با علم تربیت کرده دادن. این وابسته به کار کردن و کار نکردن وای نیست. البته کار نکردن وای میتوند فرزند خود را سالم و با عقل تربیت کنه. سلامت باشید. در جامعه جای خود را اشغال گرفته تماماً. آنها میتوانند همین با طریق همون از طرف فرزندان مثلا با فرزندانشون همه خیلی آدمای ناز شوند و همه تعریف اعتراف کنند، باید آنها آبروی آنها بلند میشود. کار نکنندم. تشکر. اندیشه هست. من گفتنی هستم. موقع خشتمان بسیار رول کلام بده. وقتی که به فرزندش به پسرش سخن میکند، اگر شوهر زنش سخن شوهر به زنش گذرد، اگر سخن خشتمان هم به پسرش و هم به کلینش میگذرد، تاثیر کلام میرساند. سلامت باشید. تشکر. چرا خشتمان کلین خود را به کار رفتن نمیموند؟ خشتمان‌های امروزه چنین فکر دارند که تنها پسری آن کس باری وزنین زندگی را به دوش خود گیرد و کلینشان نه. بگذار خشتمان‌ها گذارند که هر دویشان برابر باری زندگی را به پیش برند. برای اون که چوب نمیمانند گم، برای اون که خشتمان‌ها
همین کار با وقتی که کلیناشون با کار میرن میبیان با کار میرن میبیان خانگی کارو میموندن برای چی میماند وقتی که زن اگر خودش خواهش داشته باشد همین فعالیت‌هایش را به نفس می‌دارد. همون کارو ماند در روزهای استراحتش کارهای خانه را میکند. از کار آمده پیش از کار رفته کلین خودتون کار بماندن بعد وای خودش ایدورش میموند چون که شما خودتون کار بماندید همین کارو ماند همین پرابلم موبایل زن اگر خواهد هم کاری خانه را در وقتش اجرا میکند هم کار دولت رو هم تربیت فرزند رو هم عزت و حرمت شوهر رو وقتی که مثلا در مکتب کار میکنن معلم شده کار میکنن یگان بار ساعتی دهنگی کار ساعتی 12 با اون نمیکنن همون ساعت 10 کار همین کار اجرا کردن در کار اگر خودش خواهش داشته باشه البته اجرا میکنن در وقتی معین گشته همون کار ساعتی 10 کردن نمیبرن بیاید این طرف بکنیم بچه‌ها تشکر خوشتومن‌ها نیز دستگیری باید کرد قبول سلامت باشید معلم اینجا باز هم دو مسئله گزارش شد مسئله اول بانوان جوان رو چی برای کار کردن مانع می‌شود کی یا برای کار کردن مانع می‌شود شما گفتیم که شرایط شاید که فرزنددار شدن شاید که شوهرشون رشک میکنن شاید که خوشتامنشون نمیمونن و سوال دوم چون این بود که موقع خوشتامن در کار کردن یا نکردن بانوان جوان چگونه است در مجمع فکری جوانان رو تحلیل می‌کرده من خودم خوشتامن هستم من بسیار دستگیری بکنم که کار کنم فرزنده کار کنم برای چی برای وای سبزی دادنش لازم است پیش رفتنش در کار مو شوهر برای شوهر برای اینجا بگفتم تامین میکنند حالتهای میشود که بار زندگی سر زن میفرد هست زنهایی که به شوهر بچهای بابایی رسوندن کلان کردن خانوندن هست مردهایی که به همسر فرزندای بابایی رسوندن برای در اینجا کار کردن و کار نکردن و مثال زید برآمدن این مسئله عمومی است هر کی میتواند فعالیت برد پیش رود فقط اینجا به یکدیگر فهمی این کاری زن این کاری مرد باید این خیلی کردنش در کار زن این خیلی کردنش در کار همین چیزا سکسکین این قالب های کهنه شده اینا که من زمانوی هستیم ما در زمان حاضر زندگانی ما همین آهسته سوفته شده کار خانه تمام نمی شود بود هست بماند حالت های می شود که همه برابر می جبه هم شوهر هم زن هم کودک همه زیرا که این برای همه که در یک عائله هستند این همکاری یکدیگر فهمی این پیشروی عائله فرزندان ذوق میکنند فخر میکنند از آنی که مادرشون در یگان ساحه کار کنند و صاحب آبروی اعتبار باشد سلامت باشید تشکر زیاد سوال دیگر کار کردن زن به خاطر چی است خود شما در آینده گفتید که من کار کردن میخوام به خاطر چی به خاطر پیش بردن زندگیم برای تامین طلبات های فرزندانم میخوام با همسرم یک جای هم زندگی رو به پیش بریم فهمم تشکر شما چی فکر دارید چی اندیشه دارید کار کردن زن به خاطر چی است کار نمیکنم پس برای چی دانشگاه رو ختم کردم من با یک آرزوی نیک دانشگاه رو ختم کرده دادم و میخواهم در آینده کار کنم برای تربیت فرزندان جامعه سهم خود را گذارم سلامت باشید تشکر بیوسته کسب پداگوگی رو انتخاب نکردید تشکر سلامت باشید مرحمت هر یک کس فکر و عقیده های خود را دارند و فکری من برای کار کردن یا نکردن چنین است من شخصا خودم میخواهم کار کنم تنها به خاطر آنه که در جامعه یک فایده برای جمعیت رسانده توانم یک فرض عقلش کم باشدم یک نفر یا دو نفر فرزند جامعه را تربیت کرده آن را به راه راست هدایت کرده توانم سلامت باشید قبول تشکر اندیشه نباشد باز یک سوال الهی دیگر آیا زن کار کند به شوهرش زبان درازی میکند نسبت عائله ناحرمتی میکند یعنی که منظور من این است این اندیشه درست است این اندیشه تا کجا درست است هستند بعضی زنانی که وقتی که مبلغ کار کرده میآیند و در یگان شرکت ها فعالیت میبرند گویا شوهر خود را ناحرمتی میکنند من مبلغ کار کرده باشم که گفته لیکن این خطا است باید نوابسته از درآمدها
باید عزت و حرمت فرزند رو شوهر رو یک بجا آریم. خودی من این خیلی نیستم. سلامت باشید. تشکر. شما چه اندیشه فکری من همین زن شوهر هر دوشون کار کرده میبینم که همون بین خودشون پرابلم ها معما ها میبراید. مثلا هر دوشون هم پول کار کرده استودیان، هر دوشون هم پولشون هست. در بین فرزندو هم حرمت پدر پس میرود. چون که وقتی که فقط مرد کار کرده میبیاد فرزندان فقط پدر میپرسند، پول میپرسند. پدرم پول گرانتید میگه مادرش به. وقتی که مادرم پول کار کرده میبیاد پدر به نمیرد، راست مادرش میبیاد. یعنی که موقع من پس میشود. پس میشود در همونجا. با این اندیشه راضی هستید؟ با این دو اندیشه راضی هستید؟ مرحمت. خب ما گفتیم که کار کردن زن شاید که همین اندیشه هست که اگر زن کار کند زبان درازی میکند یا اینکه ناحرمتی میکند نسبت به اولش. همین اندیشه درست است؟ نه به فکر من این اندیشه درست نیست، چون که هر یک کس خیلی که اینجا گفتن باید یک جای از باری وزنی زندگی رو باید یک جای کشی به پیش برد و وضعیت اجتماعی اویله رو باید به پیش برد یک جای. وقتی که زن و شوهر برابر کار میکنند، مثلا یکی از آنها میتوانند پس انداز کنند، دیگری آنها به حضور خراجات روزگار صرف کنند. در این وقت یکدیگر فهمی میشود. سلامت باشید. من به فکر این کس ناراضی. مرحمت. باز خطاگی زنها نیز در اینجا دیده می شود که هستند، زنهای نیز هستند که وقتی کار میکنند برای شوهرشان میگویند که من هم کار کرده ایستادم. این هم یک خطاگی زنها می شود که باعثی به کار نماندن مردها می شود. یعنی که عیب در زنها نیست. زنها نیز هست. قبول. سلامت باشید. باز یک اندیشه دیگر میشنیم. آخرین اندیشه. مرحمت. آن زنی که کار میکند آن در جمعیت بسیار گشته است، آن مشاهده کار است و هیچگاه برای شوهرش نمیبراید و آن را فقط عزت و حرمت میکند. یعنی که شما با اندیشه این نفر راضی نیستید؟ نه نیستم. سلامت باشید. به فکر اینا من زید اولی خودمو هم پدرم کار میکنند هم مادرم، لیکن موقعی پدری من بلند است. هیچ وقت ما مادرم هم کار میکنند پدرم هم، لیکن ما موقعی دادم پس نه. پدرم بالا است. در همه اوله ها احترامی در همه اوله ها، نه فقط در همه اوله ها خیلی نمیشه داخل. ممکن بعضی هاشون ممکن حرمت احترام خودش نگاه داشت. یعنی که من پول یافته ایستادم من برابری تو هستم. همین معما میبرد که دور نمیرود. خب معلم باز هم اینجا دو اندیشه، دو سوال و دو مسئله واگذار شد. یکم مسئله چون این بود که زن به خاطر چی کار میکند؟ به خاطر مبلغ، به خاطر چی؟ و دوم مسئله ای که ما گفتیم که اینجا زن کار کند شاید به شوهرش زبان درازی میکند. ولی در مسئله همین میگم که پابند اقتصادی این خیلی قلای است و چی کردن؟ اداره کرده. همین پابند اقتصادی زبان کوته بودن، من هستیم، پولی من ها گپی من گپ، این علاقه قلاب کنه. اگر زن که کار میکنند و هم طلب میکنند که مناسبت برابر باشد، عزت و احترام باشد در عائله، نه اینکه گویم غلام و خدیزک و یا که خدمتگار، و که برابر که هست خودش رو همچون انسان اکنون برابر حساب میکنند. همین چیز رو طلب اکن. بسیاری شخصا به همین چیز ناقلای است. بیگذار و فرمان بردار باشد، خوب گوید، آنچه که طلب میکنن اجرا کنند. لیکن این کاهش شخصیت است. فهمم. سلامت باشید. قبول. و باز هم معلم گفتیم که زنها به خاطر چی کار میکنن؟ به کدام خاطر کار میکنن زنها؟ همه انسان آرزو دارد به خاطر فرزندا. حاضر من بینید ببینید جوانها فکر میکنن آینده فرزندان خودشون رو در دیگر جا خوانند. سطح زندگیشون بهتر شود، شرایط زندگیشون خوب کنن. بسیاری من بینید بچه ها آداهی میبین حرکت میکنن همینجا با کاریابن و سطح زندگیشون بلند کنن، زمانوی شوند. آنچه که هم قدمی زمان باشن به خاطر همین کار میکنن. بینید زنی مهنتی کردگیش زهر زیور نمیکند، پولی کار کردگی شوهرش زهر زیور میکند. خودش که مهنت کرده میبید دلش نمیشد و صرف کرم به جمع میکند،
انا گویم چی بگم اون زنهایی که خانه نشین هست از زنهای کار میکردگی بسیار خوشروی میپوشن تلاواری های زیاد دارن وقتای بسیار دارن اون زنهایی که خودشان کار میکنن این خیلی مثبت نمیکنن صرف کاری رو هم یاد میگیرن بله صرف کاری میکنن چون که قدر مهنت و قدر پول میدونن جمع میکنن همراه همسرشون میباشن که این البته پیشروی اویل ها است. سلامت باشید. تشکر. در انتها برای اون نفران برای اون جوانانی که در نزد مانیتورهای خود ما رو دیده ایستادن شما چی مصلحت ها میدهید چی خلاصه ها دارید چی از همین روز برنامه چی خلاصه ها برای مرحمت اندیشه هایتون وابسته به کار کردن و نکردن زن ها از همه اول همون زن شوهری که یک جو زندگی میکنن فرزند و به وای میرسانن آنها باید با یکدیگر معامله خود داشته باشند در بینشان سازش باشد قبول یکدیگر فهمی باشد. تشکر. مرحمت. من میخواهم امروز خشتامنها شوهرها بگذار مانند بگذار همسری آنها به کار روند آن آرزویی که در دل خویش میپرورند باید به آرزوی خود برسند. چنین فکر دارم. سلامت باشید. قبول. مرحمت. جوانها اشتراکشان شما چه خلاصه ها دارید؟ اگر که در عائله دستگیری باشد وقتی که کلین را دستگیری میکنند یکدیگر فهمی میشود و زن کلین هیچ وقت عذاب نمیکشد و او کار کرده میتواند به همه کارها وقت یافته میتواند. به جوان پسران مراجعت کرده گفتنی هستم که این صاحب معلومات شدن زن این یگان فاجعه نیست. اکثرا بچه‌ها چنین میشمارند که گویا وقتی که دختر دیپلمدار میشود باید خود را از مرد بالا میسازد چون عقیده دارند لیکن این فاجعه نیست. زن هر چنده که دانشمند شود همانقدر عاقل‌تر شدن میگیرد. این نه یگان فاجعه است که مردها آن را همچنین فاجعه قبول میکنند. میخواستم که خواهران یا نبشد دختران خود را هر یک جوان پسر هر یک جوان مرد با صاحب معلومات کند. سلامت باشید. تشکر. مرحمت. وقتی که البته شوهرها که زنها رو به کار رفتن نمیمانند این باعثی برباد رفتن عائله نیز می شود. اگر که احتیاجی به کار کردن آنها نماند بگذار همون دخترها همین گپ شوهر و خوشنامانش را قبول کند بگذار کار نکند. اگر می تواند که این کار باعثی برباد رفتن عائله آنها گردد و باعثی ناخوشی زیاد گردد. من بسیار میخواستم که خوشدامنها شوهرها کلین خود را به کار کردن مانند زیرا که آن زنی که کار میکند آن همه کارهای آن در نقشه گرفته شده است و آن میتواند به جمعیت یگان فایده خود را رساند و جمعیت از آن پیش رود. سلامت باشه. زنهایی که من به آنهایی که کار میکنند مراجعت کردنی هستم که زنهایی که کار میکنند پول کار میکنند با شوهرشون از آنی من از آنی تو نکنند همیشه نکنند بعد خوشبخت میشوند و یک دیگر فهمی میشوند. سلامت باشید. تشکر. معلم میخواستم خلاصه شما رو فهمیده باشم در انتها شما چی میگید به اون جوانانی که ما رو الان تماشا میکنند؟ در اینجا بسیار فکرهای جالب شد بسیار فکر و اندیشه های عجایب شد که البته اینها جوانهای زمانوی هستند و همقدم زمان هستند. برای همین هم برای همقدم زمان بودن نه اینکه یک پول کار کردن یک مبلغ کار کردن هست. مردهایی که نهایت درجه در این مسئله پیش رفتند یا بعضا زنهایی که پیش رفتند بهترش این که یک دیگر رو حرمت کرده توانستند گذشت کرده توانستند امروز این کس کردن پگاه این کس یعنی چون که گفتن من جانبداری این کس که مبلغ تو پولی من و پولی تو نشود این وقت به هیچ خیل معمایی هم نمیشد بلکه یک دیگر فهمی و خوشبختی عائله بشود. سلامت باشید. تشکر. زنها در سویه دانش و تفکر از مردان کم نیستند. در بعضی موارد هم در کار هم در زندگی نمونه عبرتند. مقصد از برنامه مذکور کمی هم باشد به اندیشه وادار ساختن آن نفرانی بود که همسرشان را یا اینکه کلینشان را به کار کردن نمیمانند. زنها میتوانند هم تربیتگری فرزندان باشند و هم کارمندی شایسته در کارخانه. خب بینندگان عزیز ما به انتهای برنامه روبرو میرسیم. امروز در برنامه ما
دانشجویان فاکولتت پداگوگی شرکت ورزیدند و فکری جوانان را آموزگاری کلان کافدری پداگوگی روانشناس رحیم و محرمای کارشناسی نمودند. هر یک شما را تشکر میکنیم که در برنامه آمدید. باقی عزیزان دل برای شما برای کار، کامگاری، کامیابی، صحتمندی و سلامتی را خواهان هستم. تا برنامه‌های بعدی خداحافظ.